چرا که وقت ولی من انا دیدم که میگه فرانکلین گفته است که یک آدمی دانشمند گفته است وقت این پول هست. ولی من امروز از روی خواندگی هایی که از اثرهای دینی دیدم کسی گوید که اگر وقت پول هست در حق وقت ظلم کردگی. زیرا اگر ما مقایسه کنیم وقت خزینه کرده نمیشود، لیکن پول خزینه کرده میشود. پول به کسی قرض داده میشود، وقت داده نمیشود. پول از قد راه یافته میشود، لیکن وقت یافته نمیشود. زلیهاست بین ارزش، گپ سر ارزش میرود. برای همین جانم ارزش دارد. ما همین را باید به مردم دانانیم که جان ارزش دارد. یکمش به قدر این نعمت برس. دوم بین الله چقدر مهربان میگیم. خدای مهربان، من در کجای شنیدم بسیار الله مهربان میگن.